بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول غطوا الإناء وأوكوا السقاء فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء. رواه مسلم. از جابر پسر عبدالله راضی شد الله تعالی از او گفت شنیدم رسول الله صلی الله علیه وسلم را که می گفت بپوشانید رویهای ظرفهایتان را و بپوشانید یا که ببندید سرهای ظرفهایی که آب می نوشید. پس در حقیقت در هر سال یک شب هست که در اون شب فرود می آید از آسمان، در همون شب وبا نمی گذارد بر هر یک ظرفی که در بالایش بالا پوش نیست یا که ظرف آبنوشی که در بالایش یگام چی محکم پوشندگی نیست مگر اینکه نازل می شود در داخل همون ظرف از همون وبا. روایت امام مسلم. یعنی از مضمون این حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم فهمیده می شود که هر سال یک شب از آسمان وبا می بارید است بر زمین، لیکن اون شب در ما معلوم نیست که کدام شب است. به همین خاطر هر شب باید هر یک دیگی هست، کاسه هست، هر یک پیاله هست که بالاش باز باشه، کشادگی باشه، باید ما او را چیکار بکنیم؟ بالاش پوشانیم تا که از همون وبا امین مانیم. حتی اگر نان یا میوه هم که باشد، هر یک چیز خوردنی است یا که هر یک ظرف خالی است بالایش رو باید پوشانیده شود. و ایضا عنه ان النبی صلی الله علیه و سلم قال اذا كان جنح الليل او امسيتم فكفوا صبيانكم فإن الشيطان ينتشر حينئذ فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا وأوكوا قربكم واذكروا اسم الله وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله ولو أن تعرضوا عليها شيئا وأطفئوا مصابيحكم. رواه مسلم. و این حدیث هم از جابر پسر عبدالله راضی شد الله تعالی از او است که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند هر وقت تا که قسم از شب نزدیک شد یا بیگاهی شد پس فرزندانتان را از بیرون رفتن نگاه دارید، زیرا شیطان ها در این وقت در روی زمین پهن می شوند. پس وقتی که ساعت از شب گذرد پس از برآمدن و در آمدن خانه منعشان نسازید و درها را در شب ببندید و نام الله را ذکر کنید. پس در حقیقت شیطان در بسته شده را گشاده نمیتواند. و دهان ظرفها را ببندید و نام الله را ذکر کنید و بالای ظرفهای آبخوری را پوشانید و نام الله را ذکر کنید و اگرچه یگان بالا پوشی اندک هم باشد و چراغها را پیش از خواب خاموش کنید. روایت امام بخاری و امام مسلم. یعنی از مضمون این حدیث دوم فهمیده می شود که وقتی که نماز شام نزدیک می شود، وقتی غروب آفتاب تا یک حصه از شب شیطان ها در روی زمین پهن می شوند. به همین خاطر پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم منع کرده است که فرزندا در کوچه باشند و وقتی که میگه درها را بسته کنید زیرا که شیطان در بسته را گشاده نمیتواند، بعضی از شارح‌های حدیث گفتند که مراد از این شیطان های انسی هستند، یعنی انسان هایی که میخواهند بدی رسانند به همون خاطر درها بسته باشد داخل شده نمیتوانند. یا که به مضمون دیگر شرح میتیند که مراد از داخل نشدن شیطان این است که وقتی که نام الله را گرفتی بسم الله گفته درها را بسته کردی، شیطان به خاطر ضرر رساندن داخل خانه شده نمیتواند. و بالای ظرفهای آبخوری را پوشانید میگد زیرا که
ҳар ҳашароту ҳар ҳайвону ҳар ҷондори заҳрдору зараррасон метавонад ки омада дар хӯрок ё ки дар об заҳри худро бизанад. ба ҳамин хотир мегӯяд пӯшонед ки аз ҳар заҳру аз ҳар балову аз ҳар зиёну зарар эмин монад. ва мурод аз чароғҳоро хомӯш кунед. шамъ ё ки фонус ё ки чароғҳое ки дар замин мемонданд, ба хотире ки ягон муш ё ки ягон ҳайвон омада чаппа накунад ё ки нохост оташ нагирад, дард нагирад. ба ҳамон хотир расули акрам саллаллоҳу алайҳи васаллам ҳамеша умматонро ҳушдор медиҳад ки эҳтиёт бошед. ва ҳар чароғи барқӣ ҳам ки беҳуда масраф шавад, аз зиён зарар дидани чӣ молӣ бошаду чӣ ҷонӣ бояд эҳтиёт кард. Вассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ.